فرق بین ایاک نعبد و نعبدک اللهم چی هست؟ اونا میگفتن که نعبدک اللهم، یا الله ما تو را عبادت میکنیم که تو خالق هستی، تو رازق هستی، لکن عبادت از این بت‌ها را هم میکنیم. این بت‌ها را بر تو وسیله میسازیم. آیا وسیله ساختن بت‌ها بر الله و وسیله ساختن از این مخلوقات بر الله عبادت است؟ قرآن میگه که خود بت پرستا میگفتن که بله عبادت است. ما باید عقیده خود از قرآن بگیریم. کلمات قرآن کلمه به کلمه، ما نعبدهم. ببینید بت پرستا چی میگفتن؟ ما چه ذات رحمان رحیم است. از زبان بت پرست برای ما درس میگیره، میگه گوش کن. بت پرست میگه چرا پیش بت میری؟ میگه من خب بت پرستش نمیکنم. ما چرا پرستش از بت میکنی؟ چرا برای از رکوع میکنی؟ چرا برای بت نظر میبری؟ میگه لیقربونا، اینا دوستای خدا هستن، دوستای خدا ما را به الله نزدیک میسازن. خب دوستای الله تو را به الله نزدیک میسازن؟ امی که پیش دوست الله میری که مرا به الله نزدیک بسازه، آیا این عبادت است یا نیست؟ قرآن میگه که خود مشرکین چی میگفتن؟ ما نعبدهم، ما اینا را عبادت نمی کنیم مگر به خاطر از این عبادت میکنیم که ما را به الله چی کنه؟ لیقربونا الی الله. پس اینمی عبادت شد. خب آل وقتی که پیش یک مخلوق رفتن و او را به خاطر که تو را به الله نزدیک بسازه، این عبادت به این مخلوق شد. وقتی فرمول یاد گرفتی، ما که براتون میگم که عقیده مهم است، فرمولایش یاد بگیرید. نه سر من ریاضی میخوانم لکن فرمولای ریاضی رو یاد ندارم. از کجا تو هیچ ریاضی نمیفهمی؟ من فیزیک میخوانم، فرمولای فیزیک یاد ندارم. ما مثلا فلانی علم میخوانم، فرمولایش یاد ندارم. فرمولش فقه است. فقه است. در فقه قواعد کلیه هست. کسی که قواعد کلی را اسلام نفهمه او فقیه گفته میشه؟ نه. از این خاطر کسایی که متخصص هستن در فقه، اینا قواعد کلی را ببینی کلش حفظ دارن. به اساس از اون میگه به اساس این قاعده این احکام صادر میشه. هر چیز از خود یک فرمول داره. عقیده عین قواعد و فرمول ها را داره. پس فرمول رو یاد گرفتی که رفتن پیش مخلوق و او را وسیله ساختن بر تقرب و نزدیک شدن به الله عبادت است یا نیست؟ هست نیست؟ نه چرا گپ نمیزنید؟ بگوید اگر است یا نیست؟ دلیل چی است؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. خلاص این فرمول یاد گرفتیم. خب آل وقتی که او عبادت شد، اونجا او عمل عبادت است. آل کسی که خیلی چی قسم به خداوند خدا قریب بسازیم؟ واسجد واقترب. قرآن چی میگه؟ به الله سجده کو، قریب به الله قریب میشی. نه ای که بری به یک مخلوق سجده کنی، به او رکوع کنی، بر از او نظر کنی، باز او تو را به الله قریب بسازه. این چلیپاست. خب وقتی که این کار است، پس وقتی که باز دیگه آیت قرآن میگه که ایاک نعبد، عبادت را خاص برای کی میکنیم؟ به الله.